خسته. سلام عرض ادب، خیلی مخلصم. ما هر سری میگیم که ویدیو میذاریم فلان میکنیم چرا میکنیم، ولی خب چه میدونم حالا مشکلات و دیگه کار و زندگی و فلان اینا به هر دلیلی خلاصه نمیشه. یه چه میدونم میایم یه چیزی میگیم و هر سری یه ویدیویی میذاریم و میریم، ولی خب این سری گفتم که خورده همت کنم. بعد چون مهاجر خیلی داره از سمت ایران برای کار کاسبی میان سمت استانبول. بعد اینو حالا دیگه مثل همیشه نمی کنم، قول میدم که روزمرگی تو استانبول رو تو یوتیوب بذارم، میتونید از اینجا دنبال کنید ببینید. خودم معرفی کنم، اول اسمم رضاه و اهل تهران، ساکن استانبول، 8 سال استانبول منطقه باجیلا کرازی زندگی میکنیم. و اینکه زمانی که تهران بودم کابینه ساز بودم، نساوی میکردم، کابینه ساز بودم. اومدم ترکیه دیگه، یه 2 سالم تو شغل خودم فعالیت کردم. بعد دیدم نمیشه چون خیلی سخته. از اون کار اومدم بیرون و اینکه رفتم دنبال خیاطی و چرخکاری و این چیزا. چون یه چیزی بگم، این به حرف کاریابا گوش نکنید. کاریابا همشون دروغ میگن. این که میگه آقا تو فلان شرکت میذاریم تو سر کار و کابینه ساز و فلان اینا. بذار توجیهتون کنم. آقا من خودم کابینه ساز بودم، 17 سال تو اون تهران خراب شده کاسب بودم. عرضم به حضورتون که ببینید استانبول چون خونه هاش قدیمی هستش و آسانسور نداره، شما باید مثلا یه واحد کابینت رو دوش کنید ببرید طبقه 5م، طبقه 6م، طبقه 7م. تو مملکت غریب هم نه بیمتون میکنن، نه خدایی نکرده اتفاقی براتون بیفته سابکار ترم بر شما خورد نمیکنه. یعنی هیچ چیزی بهتون نمیدن. من خودم 2 تا انگشتم، یه دونه این انگشتم دوربین نشون بدم میبینی، یه دونه این انگشتم، یه دونه هم این انگشتم، زیر دستگاه پرس دکمه زنی شوالی له شد. یعنی اون مثلا یه هفته‌ای هم که سر کار نمیرفتم تا دستم جوش بخوره، پانسمان بود، آتل بسته بود، اون یه هفته هم حقوقتو بهم ندادن. گوش میدین؟ حتی حقوق اون یه هفته هم بهم ندادن دیگه، چه برسه به این که بخوان مثلا دیه بدن و فلان کنن چلان کنن. اصلا این فکر و ذهنیت بیایم بیرون. چون ما غریبه هستیم دیگه، مثل به قولی اینا میگن یابانجی، ما میگیم مثلا اجنبی، اینا میگن یابانجی. یابانجی یعنی غریبه به زبون ترکی. ما غریبه هستیم، مهاجر هستیم، اصلا ترم بر ما خورد نمیکنن. گوش میدین؟ از اون حضورتون کاریاب میاد میگه آقا نمیدونم اینجوریه اونجوریه، همش دروغه، همش دروغه. اینا فقط واسه این که پول بگیرن ازتون میبافن دیگه. پول از دستتون هم که بگیرن تو مملکت غریب هیچ کاری هم نمیتونی بکنی، دستم به هیچ جا بند نیست. یا نهایتا برگردی ایران بری شکایت کنی، از دست کی میخوای شکایت کنی؟ یارو ترکیه است، برگرده بر نگرده چیکار میخوای بکنی؟ اصلا دستت به هیچ جا بند نیست، فقط پولت رفته. حالا من تو ویدیوهای قبلی هم گفتم که آقا جان اگه میخواید بیان کار کنین، پرواز میگیرین میان فرودگاه پیاده میشین. فرودگاه یعنی قشنگ همه رو مو به مو توضیح دادم، تو کانال یوتیوب هم هستش، بریم ببینید. نوشتم چطور بیاین استانبول کار پیدا کنین. میاین میرین بابا اینجا یه جوری هستش که یعنی تا 30 سال دیگه روزی 1 جا برین سر کار باز کار هستش. انقدر کار زیاده، هر زیرزمینی کار هست اینجا. مثل ایران نیست که زیرزمیناش پارکینگ باشه، یعنی کمپل زیرزمینه. ببین این خونه ها رو ببینید، این خونه ها رو ببینید، اینا این خونه ها همشون زیرزمینشون تولیدیه، همشون.
همه‌شون زیرزمینشون تولیدیه. عرضم حضورتون که میرین دیگه ماشاءالله انقدرم ایرانی زیاد هستش که میرین اصلا نیاز به زبون آنچنانی هم نداره. میگین آقا کارگر میخواین، المان میخواین، یارو میگه بیا کار کن و همین سادگی اصلا همین چیزی که من دارم بهتون میگم، نه نیاز به زبان دارین نه نیاز به چیزی دارین، هیچی، همینجوری یرخیه. همینطوری یرخیه. ما هم یرخی اومدیم پا شدیم اومدیم همینجوری الالایی اومدیم، ولی خب پول به کاریاب دادم من خودم و عیالم نفری 1,200,000 تومان 2,400,000 سال 1395 دادم به کاریاب. ما رو برد یه جا سر کار. عرضم به حضورتون که وعده وعید خونه به ما داده بودن، گفته بودن خونه، یارو فیلم و عکس خونه بر ما فرسته بود. بعد رفتیم دیدیم ای بابا یه سوله 500 متری رو صاحب اون به اصطلاح تولیدی ورداشته، اتاقای 1 در 1 درست کرده، مال متأهلا 1 در 1، یعنی یه زن و شوهر رو تخت یه نفره باید بخوابن. تخت یه نفره. کسایی که حالا خدمت رفتن میدونن، اونایی هم که خدمت نرفتن اگه کمپ ترک اعتیاد رفتن باز میدونن. تختا دقیقا همون شکلی. اونایی هم که مجرد بودن اتاقای بزرگ درست کرده بود 12 در 12. عرضم بزرگتون که ریخته بود توش تختای 2 طبقه مثل همون آسایشگاه پادگان. عرضم بزرگتون که تازه چی جدا از اینا کرایه جاش هم میگیره، یارو کرایه جاشو میگیره. یعنی اینجوری نیستش بگی جا مفتیه من برم اونجا بخوابم نمیدونم کار کنم پس انداز کنم، نه، حتی بیشتر از بیرون میگیره. الان که پانسیون مثلا هستش ماهی 2,000-2,500 تا 3,000 تا دارن کرایه بگیرن. صاحبکارا کرایه جاشونو 3,000 تا دارن میگیرن در این حد. آره عرضم حضورتون که حالا سعی میکنم دیگه سر حرفم باشم. قول میدم هر روز روزمرگی تو یوتیوب بذارم. اگه دوست دارین ببینین چه جوری هستش استانبول، دنبال کنید کانالو، سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو هم بزنین که من ویدیو چیزی گذاشتم با خبر بشین و بیاین سریع ببینید. آره فداتون بشم، مراقب خودتون باشین. یا علی، خدا نگهدار.